برای شروع گلمون یه دونه پایه بلند برجسته از رو میزنیم. این قسمت روی پایه سوبل قبلی بود. یه پایه بلند دیگه، یه پایه بلند 2 مرحله‌ای، یه مرحله اولش رو پر میکنیم، دوباره 3 مرحله میشه. یه پایه دوبل، یه پایه دوبل 4 مرحله‌ای، یه مرحله اولش رو فقط یه دونش رو میگیریم و بعدیا رو دوتا میبافیم. یه پیکوت 3 زنجیره میبافیم. یه پایه دوبل 4 مرحله‌ای، دوباره یه پایه رو تنها و بقیه رو دوتا میبافیم. یه پایه دوبل، این دقیقه معکوس اون سمت اول میشه. یه پایه بلند 3 مرحله‌ای، یه مرحله اولش رو تنها و دوتای بعدی رو دوتا پر میکنیم و یه پایه بلند. این قسمت هم یه پایه بلند برجسته از رو، یه پایه کوتاه داخل زنجیرهای بعدی میزنیم و اینجوری میشه که گلمون تمام میشه.